با هم دیگه بریم و یه المپیک خونگی رو داخل اتاق خودمون و توی خونه خودمون با هم دیگه انجام بدیم و 0 تا 100 یه المپیک رو با هم دیگه تا آخر بریم. پس بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. سلام بچه‌ها بازم من اومدم و قراره توی این ویدیو چیکار کنیم قربونتون برم. قراره با هم دیگه بریم و یه دونه المپیک رو کامل با هم دیگه 0 تا 100 بریم و یه جورایی توی اون سوال المپیک قرار بگیریم. البته که بله الان اصلا تایم المپیک نیست و من یه مقدار انگار دارم زود این ویدیو رو میگیرم، ولی ما قراره بچه یه المپیک تو خونه خودمون بریم. چون بچه همونجوری که میدونید من الان ساعت نبستم، ولی الان ساعت 8:30 شبه و من باز حوصله‌ام سر رفته دوستان و من باید یه جوری خودمو رها می‌کردم. به اصطلاح یعنی واژه درستش رها شدنه. بله من باید یه جوری خودمو رها می‌کردم و گفتم چیکار کنم که یه خورده این آتش سرگرمی توی من بخوابه. من گفتم آقا بریم یه المپیک داخل خونه. من بچه‌ها نمی‌دونم چرا المپیک و المپیاد با هم قاطی می‌کنن. دو تا موضوع مختلفن، المپیک المپیاد. بله من نمیدونم دوستان چرا اینقدر این دو تا رو با هم دیگه قاطی می‌کنم، ولی خب تلاشم می‌کنم تو این ویدیو یاد بگیرم المپیکو حداقل بگم دیگه. آره اما باید بریم و با هم دیگه المپیکو 0 تا 100 بریم. بچه‌ها این المپیک انقدر به نظر خودم امروز حال میده، یعنی حتما مثلا تو خونه و خانواده بشینید یه المپیک برای خودتون بذارید ببینید کی میبره. من الان با خودم مسابقه بدم، ولی چون ما داریم با خودمون مسابقه میدیم باید یه خورده اینو چالشیش کنیم، باید یه خورده هیجانش رو ببریم بالا و من یه ایده‌ای داشتم برای هیجانش که خب جلوتر بهتون میگم. خب بچه‌ها من اومدم که مسابقه رو با هم دیگه بریم و این این المپیک قراره در واقع در 3 تا چالش برای ما امروز انجام بشه و بچه‌ها ما تو این المپیک قراره به 3 تا سوال مختلف پاسخ بدیم. 1. آیا در هر لیوانی میشه چای خورد؟ 2. آیا با هر نوع کاغذ و جنس کاغذی میشه موشک درست کرد؟ مثلا بچه‌ها چرا ما چسبیدیم به یه سری در واقع چیزایی که یعنی عمومی ان و همه انجام میدن؟ مثلا بچه ما هممون معمولا توی فنجون بچه چای میخوریم و البته که حالا توی ویدیو قراره ببینیم کدومشون واقعا جوابه. شاید بچه های واقعا یه در واقع اشتباه و یک درست این وسط در گذشته اتفاق افتاده و مردم بنویسن که آقا چای رو باید تو لیوان مثلا فنجون بخوری و آره و آبو مثلا توی لیوان بخوری. شاید بالاخره یه آزمون خطای پشت این بوده بچه و شاید ما واقعا الان به این برسیم که آزمون خطای بله وقتی بقیه آزمون خطا کردن تو دیگه نیازی نیست آزمون خطا، ولی خب بچه دیگه من باید سرگرم شم دیگه. و خب ایده به ذهنم نرسید که چجوری سرگرم شم، گفتم برم. آره بچه سوال سوم، ما قراره بچه یه مسابقه انجام بدیم، اونم مسابقه لیگ قاشق و نخود. آره قاشق و نخود آخر سر براتون توضیح میدم، فعلا نمیخوام شما رو درگیر ماجرا بکنم، اما بریم ببینیم آیا با هر کاغذی میشه موشک درست کرد. خب بچه‌ها این پیستی که شما میبینید این پیسته قشنگ این پیست، آره ما قراره تو این پیست بچه‌ها به یه سوال خیلی مهم جواب بدیم، اونم اینه که آیا با هر کاغذی میشه موشک درست کرد یا نه. بچه‌ها همونجوری که میدونید توی ویدیوی قبلی اگه نرفتید ببینید پیشنهاد می‌کنم حتما برید ببینید. ما مجدد تو این ویدیو قراره در طول در واقع این مسابقه رو انجام بدیم و امروز اینجاییم که ببینیم ما الان بچه‌ها اینجا 3 تا موشک داریم. یه موشک کاغذی داریم که خب بچه که بودیم هممون میساختیم از اینا دیگه، مسابقه هم میدادیم، خیلی هم حال میداد، منم همیشه توش میباختم. یه موشک داریم با فویل روی گاز از این آلومینیوم هست بچه‌ها میکشن روی گاز اینجوری. آره اینم صداش میشه معمولا. که بچه‌ها این موشک توسط یکی از اعضای خانواده ساخته شده که دمش گرم، من خودم دهنم سرویس شد نتونستم بسازم. یه موشک هم داریم با مقوا که بچه‌ها من آخر سر میگم که چقدر دهن من سر این یکی سرویس شد. خب بچه‌ها بریم ببینیم آیا ما که همیشه این موشک رو با این کاغذ میساختیم آیا واقعاً آزمون خطایی روی این صورت گرفته که ما از اون زمان تا الان داریم موشک رو با کاغذ میسازیم یا نه صرفاً چون راحت‌تر در دسترس بوده ما این کارو می‌کردیم. بریم ببین من از این فاصله پرتاب میکنم، همه رو با یه زور پرتاب میکنم، یعنی سعی میکنم فقط صرفاً اینجوری پرت کنم. هر کدوم تا اونجا رسید که خب مشخص میشه که کیفیتش بهتر بوده، هر کدوم نرسید که دیگه نرسید دیگه. آره بچه من اول با این نوآوری موشک آلومینیومی شروع میکنم که خب خیلی هم سبکه به نسبت، ولی امیدوارم بره دیگه. آره اینو درست کنم. 1 2 3. خب این که هیچ اصلا رفت تو دیوار دوستان.
بچه آماده این 1 2 3. خب این بد نرفت دوستان، دفعه دوم البته. خب برداشت دومش اینی که با مقواه یه مقدار سنگین هم هست، من درستش کنم. 1 2 3. هیچ. برای اینکه فیر باشه بچه من هر کدوم 2 بار پرتاب میکنم. اونم تقریبا تا همونجا. آقا تو باید درست‌تر بری، مگه تو آزمون و خطا نشدی برادر؟ یه بار دیگه بچه ما اینو میریم. خب آماده، زیر خمش میخواد بکشه. خب برو ببینم، ببین میخوام ببینم چرا تو انتخاب شدی واقعا. بریم 1 2 3. بچه‌ها خلاصه دیدین من همه رو 2 بار انداختم. حالا اگر جای آنفیر بود برای من توی کامنت ها بنویسید. فکر کنم همه رو درست انداختم دیگه. اما برای اینکه کامل مطمئن بشیم کار میکننه یه بار دیگه کاغذی رو میگیرم. هر جوری دارم حساب میکنم آزمون خطاش. ولی بچه‌ها آلومینیومی هم عجیب بودا، یعنی اصلا پشمای من ریخت. آلومینیومی هم بد نرفت، یعنی تو هوا خوب موند. درست میگم؟ یعنی اونجوری که من دیدم به نظر من آلومینیومی بد نرفت. یعنی اگر یه خورده کانسپتش محکم‌تر بود شاید بیشتر از کاغذی هم میرفت، چون خورده احساس می‌کنم باد بیشتر کنترل می‌کرد. ولی خب دیگه کاغذی از اونجایی که بچه‌ها نوستالژی و هممون هم دوستش داریم فکر می‌کنم کاغذی برنده شد. خب بچه‌ها همونجوری هم که می‌بینید از بین مقوایی و آلومینیومی هم آلومینیومی بیشتر از مقوایی رفته. بچه‌ها مقوایی بایی که داشت من خودم پشمام ریخته بود بچه‌ها این بود که خیلی توی ساختنش من اذیت شدم. اینو نگاه کنید، انقدر که جنس و بدنی این زمخت بود وقتی می‌خواستم تاش کنم مثلا خراب می‌شد. می‌بینید بچه‌ها؟ خب بچه‌ها میرسیم به در واقع دومین سوالی که برای ما در این المپیک باید پاسخ داده بشه و ببینیم کدومشون میتونه برتری خودش رو در این مبارزه ایجاد کنه. ما اینجا الان 3 نوع لیوان داریم، همشون لیوانن دیگه. آقا من نمیدونم این چه کاتگوری مسخره ما داریم. یعنی این لیوانه، این لیوانه، اینم لیوانه. چه فرقی بین اینا هست واقعا؟ من نمیدونم. حالا اومدیم توی المپیک بهش پاسخ بدیم دیگه. مثلا اینی که میبینید بهش میگن در واقع کمر باریک. کمر باریک من. آره خب کمر باریکه دوستان. این کمر باریکه. این بچه من به این میگم استکان، ولی خب خانواده میگن که این استکان نیست دیگه. یعنی من تمام بچگیم اشتباه گذشت دوستان. من معمولا توی اینا چای میخوردم چون چای خورم زیاد نبودم، ولی الان به طرز عجیبی نیازمند چاییم. چشامو نگاه کنید بچه‌ها. و اما میرسیم من به این میگم اینم لیوان. آخ هر دو شما چجوری میخواین به من بگید چجوری میشه به اینا فرق خیلی برای خودمون سادهش کنیم دوستان. لیوان مینی، لیوان لیوان بزرگ و کمر باریک. من نمیشه باز. آره ما تو اینا میایم همزمان چای میریزیم دوستان. این چای هم آماده کردیم، همزمان چای میریزیم و یه تایمر هم داریم. من این تایمر رو میزنم، اونی که و خب هم تست میکنم ازشون دیگه، اونی که زودتر از بقیه خنک شده بود من همونجا تایم رو استاپ میکنم و به شما ارائه میدم. ببین بچه من چای رو بریزم. این بچه الان خب بچه نمیدونم الان معلومه یا نه، الان هر ستای لیوانا چایاشون داغه. یعنی از حبابای اینجا شما میتونی تشخیص بدی که این چای الان داغه. خب من بچه همزمان که شما میبینید من استارت رو میزنم. خب این دوستان تا اینا دارن سرد میشن خب دیگه بالاخره باید یه جوری تایم بگذره دیگه. المپیک مردم نمیتونن اینجا معطل بمونن، روی سکور نشستن و دارن نگاه میکنن. برای اینکه بچه‌ها در واقع تایممون هدر نره من یکم با شما صحبت میکنم. دوستان اون آهنگی که اول ویدیو شنیدید در واقع آهنگ المپیکی بود که زده شد و اصلا هم شبیه آهنگ المپیک نبود. ولی خب شما تو کامنت ها بگین به نظرتون سازندش کی میتونه باشه. من اصلا به خودم اشاره نمی کنم دوستان، ولی خب شما میتونید که در واقع در قسمت کامنت ها بنویسین که به نظرتون این آهنگ توسط چه ذهن مریضی ساخته شده. و خب من میگم بازم میگم اصلا به خودم دوستان اشاره نمی کنم، اصلا به خودم. من اصلا منظورم خودم نیست، اصلا نمیخوام شواف کنم. شاید شیاف کنم ولی شواف نمیکنم دوستان. اما میتونید برید در قسمت کامنت ها و نظراتتون رو بگید. بریم تا اینا سرد شن. خب بچه من حقیقتا یه مقدار چای ها دیدم و
هوس بیسکویت چای کردم. میدونی که همیشه وقتی چای هست معمولا باید باشه یا بیسکویت باشه یا رطب، که خب ما الان اینجا بیسکویت داریم و من دیگه بچه نمیتونم دیگه. از من نخواین مسابقه تعیین این باشه کدوم چای زودتر سرد میشه و من بیسکویت نیارم. نمیشه خود دوستم، من نمیتونه. از میزان حبابایی که اینجا هست بکنم میشه تشخیصات که کدومشون سردتره. الان بذارید من اول این تست کنم، احساس میکنم بچه این حباباش بازتره. بذارید من بیارم جلو شما ببینید قشنگ. بچه یه نگاهی بکنید، میبینید بچه این حباباش یه کمی بازتره. که من بهتون نشون بدم، میبینید بچه حباباش یک کمی بازتره. این یکی یکم حباباش جمع و جورتر، میبینید بیشتر هم تراکمشون بیشتره. اینم که باز میگم نسبت به این یکی یکم حباباش یکم باز تراکم بیشتری داره. بچه بریم تستشون کنیم ببینیم کدومشون در واقع یه کمی سردترن. من اول از این تست میکنم. خب بچه این سردتره. بچه هر دوی این لیوانا تقریبا 4 دقیقه طول کشیدن که خنک شن. به ترتیب اول این از همه، یعنی کمرباریک از همه در واقع خنک‌تر بود، بعد این لیوانه از همه خنک‌تر بود و بعد این وسطیه. و من اینجا میفهمم که قدیمی‌ها راست میگفتن دیگه، میگفتن چای فقط تو استکون کمرباریک. یعنی اصلا هر موقع بچه‌ها قدیما یادم میاد یه مرد سیبیلی همیشه یادم میاد اینجوری سیبیلا هم اینجوری. و خب یه لیوان معمولا این شکلی هم هست و میزنن و خدای چای در کمرباریک بیشتر میچسبه. یعنی ببینید اونی که کمرباریک رو اختراع کرد یه چیزی میدونست، یعنی میدونست که آقا چای تو این 20 ساب سریعتر خنک میشه. حالا من نمیدونم ایدهش از کجا آمده. یعنی همیشه هم بچه ها من میبینم چرا کوزه رو اینجوری میسازن. نگو کلا این ساختار اینجوری، آره حالت دیگه دیگه فشنیه، نه کلا اون حالت اینجوری، آره یه کروی داره هست اینجوریه، آره اونا معمولا سریعتر خنک میشه. و خب من به نظرم که مثل این که قدیمی ها بیشتر بلد بودن تا من. و خب بچه ها برنده این بازی کسی نیست جز لیوان کمرباریک. بریم بچه ها برای مسابقه آخر و ببینیم مسابقه لیگ قاشق و نخود برندش کیست. خب بچه ها میرسیم به مسابقه قاشق و نخود و لیگ منتخب بین نون و پاستا. بزن به افتخاره دوستان. بله اسم مسابقه لیگ قاشق و نخوده، ولی خب من ایده‌شو از یک در واقع یادمه بچه یه سریالی بود، سریال نقطه چین بود، پاورچین بود بچه، که سال ساختش هم یادم نیست، ولی خب براتون این گوشه میارم دیگه. پاورچین حتما ببینید خیلی باحاله، مال اونه. و یه مسابقه اونجا بود بین برره‌ها انجام میشد، من نمیدونم چه جوری بود و اینا. من گفتم بریم رو تستش کنیم و در واقع مسابقه لیگ قاشق و نخود رو داریم دوستان. البته این نخود نیست بچه، این نونه. و چرا من نون رو انتخاب کردم جای نخود؟ خب بچه من برام سوال بود که بین پاستا و نون چرا ما همیشه نون میخوریم؟ مگه اینا جفتشون نشاسته ندارن؟ چرا ما همیشه نون رو انتخاب میکنیم جای پاستا؟ و اینجا اومدیم بچه به این سوال پاسخ بدیم که آقا آیا نون اینجا برنده میشه یا پاستا؟ و کدوم یکیشون واقعا اصلا بچه قدیمی یه چیزی میدونستن که نون رو به عنوان وعده غذایشون انتخاب کردن دیگه. و یعنی خب مثلا ماکارونی که از گندمه بالاخره بوده اون موقع گندم، چرا مثلا ما نون میخوردیم؟ و خب ما اینجا اومدیم که ببینیم کدومشون برنده میشه در لیگ قاشق و نخود. و کسی که اینجا برنده بشه بچه این مسابقه خیلی قانون ساده ای داره بچه. هر کدوم از اینا یعنی ماکارونی و نون 3 تا پرتاب دارن. اون سبدی که اون روبرون میبینید قراره بشه دروازه ما و ما با این قاشق قراره اینا رو پرت کنیم. هر تعدادی از اینها که وارد اون سبد بشه، البته من نشونه گیری فوق‌العاده، اما خب سعی میکنم که اینا رو به درستی و فیر پرتاب کنم. اگه دیدم با قاشق نمیشه با دست پرتاب میکنم، اصلا نگران نباشید. ما ولی مهم اینه که بتونیم به این سوال پاسخ بدیم ماکارونی یا نون. که خب
بریم ببینیم کدومشون برنده میشه دیگه. خب بچه اینا هر کدوم در واقع 3 تا پرتاب دارن، یعنی ما 3 تا ماکارونی داریم و 3 تا هم نون داریم که حالا با اینا رو دونه دونه پرتاب کنیم ببینیم کدومشون برنده میشه. من برای اینکه فیر باشه هر کدوم نوبتی مثل پنالتی های بچه توی فوتبال نوبتی میزنیم ببینیم کدومشون میره اون تو و خب یه دونه هم قلقگیری برای هر کدوم داریم. بچه خیلی حال میکنم با این حرکت. و اولم از نون شروع میکنم. بچه هم مشخص شد که برای نون ما باید میزان فشار کمتری رو به این قاشق وارد کنیم، یعنی نباید اونقدر ببریمش عقب چون سبدمون هم جلوه. دوباره ببینم چه میکنی. بابا بیست 1 2 فیر بتونیم بازی کنیم ما باید فکر کنم میکنم ارتفاع هم بیاریم پایین، اینجوری میزنیم. ای نره یه بار دیگه. آقا ما باید نو بالاخره یه جوری بزنیم دیگه، نمیشه که نره که اصلا میره. بچه‌ها فهمیدم بچه‌ها، ما اینو معمولی پرتاب مثلا دستمون استفاده نمی‌کنیم، نمیذاریم اینجا. دیدی اینه دوستان، ببینید اصلا آره مسابقه شروع بشه. اینم که اصلا رفت برگشت بومرنگ هستن این دوستان. خب بریم برای دومین نون. این وای بچه نون خورد به لبش. وای بچه این مسابقه ادامه داره. خب بچه هر کدوم یه دونه دیگه دارن، نفری 3 تا زدیم و نرفتن، نفری یکی دیگه دارن و میره توی دروازه. بچه ما اینجا میفهمیم که ماکارونی اینجا داره نونو شکست میده و این اولین جاییه که قدیمی ها اشتباه نکردن. شاید من دارم یه مقدار خب ماکارونی داره میبره دیگه دوستان و ماکارونی برنده این مسابقه و قهرمان المپیک لیگ قاشق و نخود میشه. بزن بری. خب بچه‌ها دمتون گرم، مرسی که تا اینجای ویدیو رو دیدین. بچه‌ها برنده مسابقه امروز المپیک خانگی ما که به نظر من حتما تو خونه امتحان کنید، خیلی بهتون حال میده. من که انرژیم خیلی الان بالاست و بچه‌ها واقعا دورتون بگردم. هر موقع میام بچه‌ها ویدیو میگیرم و میخوام با شما وقت بگذرونم واقعا بهم خوش میگذره. یعنی واقعا من الان اوج انرژی ام و دارم حال میکنم بچه‌ها. واقعا قیافه میکنم معلومه، واقعا دارم حال میکنم. و خب به نظر من المپیک خانگی رو حتما تست کنید با خانواده. هر سوالی براتون پیش اومد تو اصلا بچه‌ها خودتون اذیت نکنید، هر سوالی براتون پیش اومد تو المپیک یا هر جای دیگه بیاید تستش بکنید و راحت به جواب سوالتون برسید. و آره و خب ما تو این مسابقه به 3 تا سوال مهم جواب دادیم. آیا با هر کاغذی میشه موشک کاغذی درست کرد؟ ما دیدیم نه. و خب قدیمی ها درست میگفتن و با کاغذ راحت تر از فویل و در واقع کارتون میشه موشک بازی درست کرد. ولی خب با کاغذ خلاصه با ریونول یا همون فویل بچه خدایی چرا اسمش یادم رفت بچه با فویل خدا وکیلی خیلی راحت تر و باحال تره و یعنی خفنه، یه ایده خفن نوآوری باحاله. و خب دیگه ولی خب باز نشون دادیم که کاغذ داره برنده میشه دیگه دوستان. و خب بچه‌ها در مسابقه دوم دیدیم که در بین 3 تا لیوان چایی، یعنی جلوی دوربین هممون دیدیم که لیوان کمرباریک بهترین لیوان برای خوردن چاییه، چون که بچه‌ها هرچی چربش بیشتر باشه انگار برای خوردن چای مناسب تره و چای توش راحت تر سرد میشه و آبم احتمالاً توش بیشتر خنک میمونه. باید تست کنیم، میتونیم در المپیاد 2 خانگیمون اونو هم تست بکنیم. حتما نظراتتون توی کامنت ها برام بنویسید، دوستتون دارم. خب و میرسیم بچه‌ها به مسابقه سوممون، یعنی لیگ قاشق و نخود که خب دیدیم که درش پاستا برنده شد و این نشون میده که پاستا وعده غذایی خیلی بهتری نسبت به نون و خب قدیمی ها احتمالاً چون نون براشون راحت تر بوده نون رو انتخاب کردن. اما ما پاستا رو انتخاب میکنیم، همونجوری که میدونید من عشق پاستام و سلطان پاستام دیگه، خودتون میدونید. تو ویدیو دوم باید برید ببینید، خیلی باحال بود. خب آره و دمتون گرم دیگه. خلاصه دوستان من عاشق تک تکتونم، میبوسمتون، دوستتون دارم بچه‌ها. واقعا دمتون گرم، مرسی که تا اینجای ویدیو رو با من بودید، قربونتون برم، دمتون گرم. امیدوارم که از زندگیتون لذت ببرید و همیشه خوشحال باشید و اینو بدونید رفقای من که همه چیز زندگی پول نیست. دمتون گرم، مرسی که تا اینجای ویدیو با من بودید، دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی مراقب خودتون باشین و قشنگ زندگی کنید. تا ویدیو بعد
میبینم تو.